ما آخرین نسل بازی‌های کوچه ایم، نخستین نسلی که موسیقی را از رادیو ضبط کردیم، فیلم رو با ویدیو دیدیم. با دسته‌های آتاری ساعت‌ها پای بازی‌های نچندان پیچیده شاد بودیم. ما آخرین نسلی هستیم که بدون موبایل و لپتاپ و فیسبوک و وایبر و اینستا و واتساپ زندگی کردیم. اما واقعا زندگی کردیم. ما چای رو با نگاهمون از کتری تا فنجون دنبال کردیم. ما آخرین نسل قصه‌های پای کرسی هستیم. آخرین نسل شب نشینی و گفتن از جن و غول، پیاده رفتن‌های مدرسه، کیوسک تلفن عمومی سکه‌ای، پشت وانت نشستن تا شهر، مخفی کردن ویدیو داخل گونی، دوربین عکاسی با فیلم 36 تایی. ما تنها نسلی هستیم که مثل پاییز بین تابستون و زمستون دو فصل متفاوت رو تجربه کردیم. فصلی با عشق، فصلی بدون تکنولوژی. ما متولدین دهه 40 50 60 هستیم. نسلی که دیگه هیچ وقت تکرار نخواهد شد. نسلی پر از خاطرات ساده اما نه